در حالی که امواج سهمگین و طوفان درهم شکننده مقاومت بزرگ مردم فلسطین به رهبری شیخ عزالدین قسام رژیم اشغالگر صهیونیستی را به لرزه درآورده بود، در روستای جوره از توابع شهرستان اسقلان در خانه‌ای ساده و معمولی مولودی جدید دیده به جهان گشود. احمد اسماعیل یاسین. در سال 1938 این کودک به سرعت شروع به چشیدن طعم تلخی‌های زندگی و محرومیت‌های آن نمود. 5 سال اولیه دوران تحصیل خیش را در مدرسه روستا به پایان رسانید و پس از آن برای امرار معاش خانواده‌اش مجبور به ترک تحصیل شد. در همین ایام بود که پیش آمد ناگوار سال 1948 میلادی گریبانگیر مردم فلسطین گردید. سال نکبت. به طوری که احمد یاسین همراه با خانواده‌اش مجبور به مهاجرت به نوار غزه گردید. وی دوباره به ادامه تحصیل روی آورده و دوران دبیرستان را به پایان رسانید و به عنوان معلم زبان عربی و تربیت اسلامی مشغول به تدریس شد. سپس به عنوان خطیب و سخنران مساجد شهر غزه تعیین گردید. از آن پس بود که به سرعت آوازه شیخ احمد یاسین به گوش همگان رسید و نامش بر سر زبانها افتاد. شیخ فعالیت دعوی و تربیتی خیش را از مساجد و کتابخانه ها و از طریق سخنرانی ها و نشریات آغاز نمود، با درک این مطلب که دولت اسلام لاجرم باید بازگردد و اشغال صهیونیستی رو به زوال است. وظیفه خود را کاشتن بذر مقاومت و آبیاری آن با آب یقین و اطمینان می‌دانست. كان الشيخ يتحدث في كثير من أحواله عن هذه المقاومة وعن عظمة هذه المقاومة وعن الجهاد في سبيل الله، ثم تدين الشيخ والتزامه بخط ومنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم والتزامه بالقرآن الكريم الذي يعني يؤكد على الجهاد ولإعادة الحقوق المسلوبة. كان له أثر كبير جدا في ظهور الشيخ في هذه الفترة وتأثيره بتحريض الشباب على الجهاد وجمعهم على هذه الفكرة، فكرة الجهاد في سبيل الله لإعادة ما اغتصب من فلسطين وإعادة المقدسات، لأنه يعلم أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هنگامی که شیخ احمد یاسین پس از سال 1986 میلادی رهبری مقاومت اسلامی در برابر اشغالگران صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن را بر عهده گرفت، فهم عمیقی از ابزارهای تغییر داشت و شخصیتی که بتواند تبعات مرحله آزادسازی را به دوش بکشد. از این رو شروع به کاشتن ارزش‌های ایمانی و مفاهیم عقیده زلال اسلامی در فکر و اندیشه جوانان نمود، تا اینکه اخلاص در دعوت و دوری از منافع و خواسته های شخصی را در وجود آنان تقویت نماید. همچنین شروع به گذاشتن خشت‌های اولیه حرکت مقاومت اسلامی نمود. از این رو جمعیت اسلامی و مرکز اسلامی غزه را تأسیس کرد و علاوه بر آن با جمعی از بزرگان دانشگاه اسلامی و مدرسه خصوصی دارالارقم را تأسیس نمود. کشتی حرکت مقاومت اسلامی به رهبری شیخ احمد یاسین با صلابت تمام شروع به درنوردیدن امواج سهمگین نمود، تا اینکه
اشغالگران صهیونیست که از قدرت مدیریت و اراده شیخ در هراس بودند، در سال 1983 میلادی ایشان را دستگیر نموده تا به زعم خود خللی در حرکت کشتی مقاومت ایجاد نمایند. ایشان به مدت 13 سال محکوم به زندان گردید، اما به خواست الله فقط پس از 2 سال اشغالگران مجبور شدند در جریان توافق تبادل اسرا در میان رژیم اشغالگر صهیونیستی و جبهه مردمی آزادسازی فلسطین ایشان را از زندان آزاد کنند. حقيقة الشيخ أحمد مدرسة، وهو أصبح حجة على الأمة، وهو عنوان من العناوين الأساسية في العصر الحديث. كان ثقته بالله عز وجل كبيرة جدا، كان ثقته بالشعب الفلسطيني وبمكنونات وطاقات وإمكانية الشعب الفلسطيني كبيرة جدا، كان يعرف حقيقة هذا الشعب، ففتح الآفاق لمسافات طويلة، وما كنا لا ندركه أدركناه بأن شعبنا الفلسطيني استمر في انتفاضته نحو 8 سنوات. 8/12 أشعلناها بيدينا والعالم كله عم يتفرج علينا. 8/12 أشعلناها بيدينا والعالم كله عم يتفرج علينا. يا فلسطين لجلك عالجمر مشينا، والناصر قرب يا يما وتعدينا، والناصر قرب يا يما وتعدينا. هي 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 هنگامی که رهبر به سربازانش اطمینان پیدا کرده و از آمادگی آنها برای به دوش کشیدن سنگینی بار مرحله پیش رو اطمینان پیدا نمود و اینکه آنها مرحله تربیتی عقیدتی را پشت سر گذاشتند، تصمیم گرفت تا کلمات به واقعیتی زندگی بخش و عملی تبدیل گردند، تا اعمال و کردارها تصدیق کننده عقیده آنان باشد و از خودگذشتگی ها و دلاوری ها باعث استحکام و تثبیت آنها گردند. پس باید آنها را برای تحمل سختی های مرحله 3 آماده می نمود، مرحله جهاد. يا شباب، أنتم القوة وأنتم المستقبل وأنتم حياة الأمة. بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشهاد عزنا. أما طريق الاستسلام فهو طريق الذل والهوان، هو طريق الخزي والعار. نیروهای اشغالگر راهی برای خاموش نمودن منابر مقاومت و شعله‌های آتش جهاد پیدا نکردند. از این رو چندین و چند بار شیخ را زندانی نمودند، تا اینکه در سال 1991 شیخ به زندان ابد محکوم گردید. اما دستگیری شیخ و بسیاری از سران حرکت مقاومت اسلامی نتوانست جلوی گسترش پروژه جهادی مقاومت را بگیرد، بلکه بر مقاومت مردم فلسطین بیش از پیش افزود و شروع به زدن ضربات سنگین بر پیکره دشمن اشغالگر نمود، تا جایی که رژیم صهیونیستی را به رعب و وحشت انداخت و مجبور به امضای قرارداد اسلو نمود، تا بدین وسیله فرش را از زیر پاهای مقاومت بیرون کشیده و ملت فلسطین را از چیدن میوه جهاد و مقاومتش محروم گرداند و به توافقات بی نتیجه روی کاغذ دلخوش کند.
در حالی که دستگاه امنیتی رژیم خودگردان فلسطین اقدام به دستگیری و شکنجه ده‌ها نفر از کادرهای حرکت مقاومت اسلامی کردند و بعد از شکست عملیات ترور رئیس دفتر سیاسی حماس 2 نفر از عوامل موساد در اردن دستگیر شدند و در مقابل آزاد شدن شیخ احمد یاسین به رژیم صهیونیستی تحویل داده شدند و این گونه شیخ در سال 1997 آزاد گردید. بعد خروجه من المعتقل عزيزا محررا حرص على تعزيز الوضع الفلسطيني الداخلي إن كان في مجال الوحدة الفلسطينية أو حتى على مجال تعزيز بنية الحركة التنظيمية الداخلية وتعزيز العلاقات السياسية الخارجية للحركة. لما عاد الشيخ عاد ربما قبيل انطلاق الانتفاضة الأقصى، فكان اشتعال هذه الانتفاضة بلا شك مقلق لبعض دوائر صنع القرار في المنطقة محليا وإقليميا ودوليا. لذلك كان هناك الاستهداف لقادة الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة، استهداف لأبناء الحركة المقاومين وغير ذلك، لكن الشيخ حرص كل الحرص على بقاء الوحدة الوطنية، حتى قال قولته المشهورة متمثلا قول الله تبارك وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. این چشمه برقرار و سودبخش و موفقیت به یاد ماندنی اندیشه مقاومت علی رغم وجود موانع و دشواری‌های زیاد با تاباندگی و روشنگری زندگی امت را روشنایی بخشید و روح قهرمانی و از خودگذشتگی را در آنان زنده گردانید. شیخ با نیروی ایمان و عقیده و اطمینان به یاری خداوند به پیکار با ناتوانی جسمی شتافت. اطمینان به یاری خداوند انگیزه و محرک تمام جانبرکفانی بود که در آن شرایط سخت و طاقت فرسا مقاومت می کردند و همین عامل باعث می گردید که تمام موانع را پشت سر گذاشته و هر ناممکنی را به ممکن تبدیل نمایند. آنان دریافته بودند که رسیدن به بهشت تلاش و فعالیت جدی می خواهد، نه آرزوهای فریبنده و توخالی. شیخ قلب مهربانش را برای هر نیازمند و محتاجی گشوده بود و درب خانه‌اش را برای هر فلسطینی باز گذاشته بود، مسلمان یا مسیحی، فقیر یا تاجر، کودک و بیوه زن و هر شخص نیازمند و مستمندی. همچنین شیخ نقش برجسته‌ای در برقراری صلح و آشتی در میان مردم داشت و درگیری ها و اختلافات را از طریق کمیته های اصلاحی که در غزه تشکیل داده بود حل و فصل می نمود. كنت تجده في معظم المساجد ولا يجد مناسبة دعوية إلا وتجده فيه. ما كان يعني بيضيع أي فرصة لأن يتواصل مع الناس. في الأعياد والمناسبات كان يطوف على أرحامه جميعا رغم أنه المعذور الذي يجب أن يأتيه الناس. كان الناس يأتونه إلى البيت فلا يرد أحدا، فكان يستقبل الجميع ويعطي الجميع ولم يكن يبخل على أحد. ما من جلسة إلا ومزح عن إخوانه وكان دائم الابتسام، ولذلك كان يشعر كل أخ أنه أقرب الناس إلى قلبه. پس از ناکامی رژیم اشغالگر صهیونیستی برای ترور شیخ احمد یاسین در سال 2003 میلادی، بار دیگر در 22 مارس 2004 و در حالی که شیخ از نماز صبح باز میگشت، چشمان پستی و خیانت و درنده‌خویی از دور ایشان را تحت نظر داشت تا به درخواستی که از پروردگارش برای ملحق گردیدن به صالحان و مجاهدان و شهیدان نموده جامعه عمل پوشاند.
و تا اینکه با خون ایشان سپیده پیروزی و آزادی بدمد و در تاریخ ثبت گردد که فلج حقیقی آن است که عزم و ارادهش فلج شده باشد. روحش شاد و یادش گرامی. فإن كان هناك من كلمة نقولها إلى روح شيخنا أننا على العهد باقون بإذن الله تعالى. له منا كل الوفاء لأنه هو الذي وضع أقدامنا على بداية الطريق. فلله درك يا شيخ من صاحب همة وصاحب عزم وصاحب تفاؤل بالنصر بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد في هذه الحركة المباركة إلا ويكن للشيخ الحب والاحترام. وكلمة الوفاء للشيخ أن نقتفي أثره وندعو له ونحمل سلاحه ونؤدي دوره. نحن نعاهده ونعاهد الشهداء ونعاهد شعبنا وأمتنا أن نمضي حتى ولو بذلنا كل ما نملك من مال وجهد وعرق ونفس وولد. نسأل الله لنا ولك القبول في الدنيا والآخرة.